بینندگان عزیز سلام. 600مین روند مسابقه بوکس بین سید علی و کوسه رو تقدیم حضورتون میکنم. یک مستنی پرهیجان بین دو رقیب 52 ساله. خب آقای هاشمی رو همه میشناسن. من شناختم از ایشون مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت‌های بعد از انقلاب نیست. من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون رو از نزدیک میشناسم. بله، ظاهرا 52 ساله که این دوتا با همدیگه گلاویزن. منتها این روزا کار داره بیخ پیدا میکنه و روزی نیست که مشت یکی حواله چونه اون یکی نشه. خب حالا اول از جدیدترین مشت کوسه به رقیب 50 خورده ای سالش شروع میکنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنگره ملی حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت با اشاره به توافق ایران و 5+1 در ژنو گفت ما حتی در دوران تحریم نیز توانستیم پناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را با همه ابعادش به دست بیاوریم. بنابراین اگر غربی‌ها حسن نیت دارند نباید موضوع را طولانی و پیچیده‌تر کنند. میگه بابا این پروسه زهرچپونی تو گلوی عظما رو اینقدر طولانی و پیچیده نکنید. میگه من هستم کارو یکسره میکنم، بعدم به اسم انسجام داخلی دوباره رو به سید علی و باقی وحوش ولایت میگه همتون دنب اکبر بگیرید بیایید. کجا معلوم نیست. شرط مهم این است که انسجام داخلی وجود داشته باشد. غرب با مشاهده اختلاف در کشور فشارها را بیشتر خواهد کرد. با اطمینان میگویم که کشور ما گام اول را خوب برداشته و کسانی که ادعا میکنند امتیاز داده ایم اشتباه میکنند. از اون طرف با بستن یه معظم الله به ریش خامنه ای مشت بعدی رو محکم‌تر میکوبه تو ملاج عظما. مواجهه با 5+1 باید توسط یک دولت و گروه دیپلماتیکی انجام شود که خوشبختانه معظم الله با بیان این سخن که اینها بچه‌های انقلاب هستند و باید از آنها حمایت کنیم عملکرد آنها را امضا کردند. منظورش اینه که اوهوی سید علی خودت امضا کردی، پس به جای پنجول کشیدن تو سر و صورت من باید بیای زیر عبام و هرچی گفتم بگی چشم. حالا بریم سراغ جواب عظما به کوسه که یه مشت با 5 بوکس سکولاریسمه. رفتار سکولارها در فتنه 88 تابلوی تمام عیار برای نمایش ماهیت این جریان در ایران اسلامی است. دروغگویی و اتهامزنی، پیوند با بیگانه و شیاطین بزرگ، همراه شدن با تمامی جریان‌های ضد انقلاب و تقابل با ارزش‌های دینی و انقلابی از مختصات اصلی تابلوی نمایشگر ماهیت سکولارها در فتنه 88 است. خلاصه کلام اینه که عظما به فکر خیشه، کوسه به فکر ریشه. یعنی خامنه میخواد با همین جرعه زهر یه نفسی چاق کنه و کوسه رو فیتیل پیچ کنه. کوسه هم دنبال تاج اکبر شاهیه، اما جفتشون کشک میسابن. جفتشونو باید به یه گاری بست. حالا چرا؟ واسه این که ته خطه ملت چپوق همه تونو چاق میکنن. عظما چون بدجور حالم، میدونی خیلی پتالم، هرچی بادم جون عالم، کاشته شد تو چش و چالم. عظما جون دلم کبابه، مثل نیمرو توی تابه، نمیگی اما میبینم حالتم خیلی خرابه. عظما جون چیزی بگو، حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این خماری چیه؟ تو حواست جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. عظما جون جون امام حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این بلا چیه؟ تو خماری
حرفهای منقل تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا.